سلام، خیلی خوش اومد به این ویدیو. من رد هستم و امروز توی این ویدیو اومدیم که یه ریویوی از سریال ومپایر دایریز داشته باشیم و از خیلی وقتم بود که ویدیوی سریال و فیلم و سریال نمیگرفتم. گفتم یه ویدیوی فیلم و سریال از خیلی بعد از مدت ها بگیرم که این جای خالی که ایجاد کردیم پر بشه، چون ویدیوهای فیلم و سریال کم دردسرشون زیاده به خاطر کپی رایت و این حرفا. دیگه سعی میکنم بیشتر تو قالب ریویو باشم تا ویدیوهای دیگه. و خب امروز ومپایر دایریز رو داریم که راجبش صحبت کنیم و این بیشتر لیتس تاک میخوایم، حالت لیتس تاک، حالت گفتگو مانند صحبت کنیم و خیلی دوست دارم نظرات شما رو هم بشنوم و فقط نظرات خودم نباشه راجبش. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سرحال باشین و چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید و گزینه اگر از ویدیو هم لذت میبرین در آخر ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنید که کمک بزرگی به من کرده باشین. کامنت هم بذارید، کامنت تو ویدیوهای ریویو برام خیلی مهمه، دوست دارم بدونم بقیه چه فکری میکنن و حتما جواب میدم. امیدوارم همیشه خوب باشین و بدون هیچ وقت تلف کردنی برو بریم برای شروع این ریویوی بسیار زیبا توسط بنده و خلاصه برو بریم. اولین چیزی که قطعا باید راجبش صحبت کنیم به نظر من داستان فیلم هستش. داستان فیلمو چطور بگم؟ داستان فیلم راجبه یه دختری هست به نام الینا که مثلا پدر مادرش از دست داد تو تصادف چند ماه قبل و حالا چند ماه بعد با یه ومپایری آشنا میشه که خبر نداره قاعدتا ومپایر، قاعدتا نمیدونه که این خوناشامه و با استفن آشنا میشه و خب تو تقدیر نوشته شده که اینا همیشه باید به همدیگه بخورن و کلی مثلا قبل اینا داپلگنگر داشتن، آدمای همزاد داشتن که اینا همیشه به هم رسیدن و الان هم این دو نفر بعد سالها دوباره مثلا تقدیر اینطور دیده براشون که این دو نفر باید به هم برسن و از اینجا داستان ما شروع میشه و خب تا اینجا همه چی اوکیه. خب یعنی تا اینجا مثلا از لحاظ داستان ما اونچنان چاله‌ای نداریم که بتونیم بهش بگیم که مثلا این الان با عقل جور در نمیاد، ولی خب هر چقدر که جلوتر میریم این بذارید من عینکمو بزنم، هر چقدر که جلوتر میریم این قضیه اصلا یکم گیج‌کننده تر میشه و از نظر من داستانو خرابش میکنن. یعنی داستان سریال اینطوریه که کارگردان گفته باشه هر چی به فکر من داره میرسه و هر چی که به فکرم رسید و اصلا بدون هیچ انگار مثلا مشورت نگرفته، یعنی هر چی به ذهنش رسیده نوشته، خیلی خب همینو بیا اجرا کنیم. یعنی تخیلی، فضایی تخیلی، یعنی مثلا خیلی بیش از حد تخیلیه به نظر من سریال و این یکی از نکته هایی هست که این یکی از بدی های این سریال است. داستانشه و خب داستانش کری نمیکنه سریال. چیزی که این سریال کری میکنه به نظر من شخصیتاش هستن که یکم دیگه بهش میرسیم. یکی دیگه از اشتباهات این سریال این قضیه داپلگنگر بود که به نظر من خیلی خسته کننده بود. یعنی از اول سریال تا آخر سریال تقریبا تا فصل 7 اینا فکر کنم 7-8 که 8 فصل سریال تا اونجاها ما این قضیه داپلگنگر و این قضیه این که همیشه یه استفنی هستش، همیشه یه الینایی هستش، یعنی این قضیه همیشه پیش میاد و این خیلی رو مخ از نظر من. یعنی انگار کارگردان ایده جدیدی نداشته، هر از گاهی یعنی از ایده ها خارج میشده میرفته سراغ این یه ایراد دیگه که این سریال داشتش این بود که فصل بیش از حد طولانی بودن. یعنی هر فصل 22 قسمت 23 قسمت بود، 22 قسمت بود و این 22 قسمتی که بودش یعنی هر کدوم 3 تا چپتر بودن. یعنی مثلا کدوم فصل مثلا فصل 2 رو بیاید مثال بزنیم که منظور من متوجه بشین. فصل 2 که شروع میشه اول با کاترین شروع میشه، یعنی کاراکترها 7-8 قسمت یعنی نزدیک 10 قسمت میگم با کاترین درگیرن. بعد از اینکه کارشون با کاترین تمام میشه تازه الایجا میاد، اینجا چپتر اول تمام میشه و قسمت های الایجا شروع میشه که الایجا میاد داخل اولین عضو اورجینالز
و میره مثلا 7-8 قسمت هم با الایجا مثلا سر کله میزنن، بعد مثلا نیکلاس میاد یه 7-8 قسمت هم با اون سر کله میزنن، میشه 22 قسمت. یعنی 22 قسمت، یعنی این 7-8 قسمتی که مثلا فقط با کاترین داشتن مثلا سر کله میزدن، خیلی سریالا مثلا یه فصلشون 10 قسمت، یه فصلشون 12 قسمتی که بیننده رو خسته نکنن. و اینجا یه جایی بود که به نظر من مثلا ومپایر دایریز داشت یه راه اشتباهی میرفت، یعنی یه راه اشتباه رفت که یه سری چیزا رو بیش از اندازه مثلا طولانی کرد که نیاز نبود. یعنی یه سری دیتیل‌های الکی مهم داشت بهمون میداد که میتونست خیلی خلاصه تر بکنه سریالو که وقت بیننده هم اونقدر گرفته نشه. یا مثلا یه مثال دیگه از این فصلا بخوام بگم، فصل 5 بود، فکر کنم فصل 5 بود که ترافلرها مسافرها اومدن، حالا اونا تموم شدن، نمیدونم این جادوگرا اومدن و کلی، اصلا خیلی به نظر من چی میگن، خیلی کش داشت میداد. یعنی اصلا بی خود و بی جهت داشت سریال کش میداد که اصلا منطقی نبود به نظر من. چون وقتی که شما یک سریال داری میسازی، به نظر من با اصل مطلب که بچسبی و یک داستان کلی رو پیاده کنی، لازم نیست که انقدر برسی به جزئیات که بخوای سریال طولانی کنی انقدر. مثلا فصل 7 بود فکر میکنم که رینا کروز بود، که اصل قضیه شما فکر کن رینا کروزه، یعنی تا ما برسیم به رینا کروز 15 16 17 قسمت کشید تا ما برسیم به رینا کروز، که مثلا یعنی قبل اون داشتیم با خانواده مثلا این جادوگرا چیز میکردیم، سر و کله میزدیم. اما خب من یکم قبلتر راجع به یه چیز دیگه صحبت کردم، راجع به این قضیه که این داستان زیادی تخیلی هست صحبت کردم. حالا چرا همچین حرفی زدم؟ دلیلش این بود که اصلا شما سریالی که نگاه میکنی انگار شخص کار کردن خیلی باشید سیکیم خیاری هرچی یعنی دستش اومده گفته بریز داخلش، یعنی با جادوگرا که اصلا نگم جادوهایی اصلا میکنن. بعد آدر ساید داریم که اون دنیایی هست که مثلا مرده ها میرن توش، چیزای غیر نچرال میرن توش، بعد آدر ساید از بین میره، بعد مثلا میرن داخلش زندگی میکنن، بعد آدما زنده میشن دوباره برمیگردن. یعنی هر شخصیت 2-3 بار میمیره لعنتی داخل این سریال. کارگردان انگار مثلا جونشو میگرفتن اگه یک شخصیت مثلا بخوای واسه همیشه خدافظی کنی. و این از اون ذوق و شوقی که مثلا واسه سریال داشتی کم میگه. چرا؟ چون میدونستی که هر موقع شخصیت بمیره اینا هر موقع عشقشون بکشه با یه تخیلی این شخصیت‌ها رو میکشن میارن بیرون. و واسه همین بود که اصلا منطقی به نظر نمی اومد که اصلا شما همچین داستانی داشته باشی که هر موقع خواستی عشقت کشید هر جوری تونستی تغییرش بدی. یعنی اصلا ممکنه ناراحت ترین قسمتش هم براتون پیش بیاد، ولی مثلا میبینی یه فصل بعدش یعنی خیلی همه چی اوکی، انگار که اون اتفاق نیفتاده و همه چی رو تغییر میدن. یعنی انقدر تخیل داخل سریال بالا که تمام اتفاقات تغییر پذیرن. یعنی تمام داستانا، نمیدونم سایلس میاد و سایرن میاد و دیویل میاد و اصلا از این لحاظ خوبه، از این لحاظ خوبه که تنوع داره، از لحاظ اینکه تنوع داره خیلی داخل سریال این قضیه خیلی خوبه از نظر من تنوع داشته باشه، ولی تنوعی بده که منطقی باشه، نه اینکه اصلا خیلی جاهای داستان همدیگه رو دارن نقض میکنن. نباید اینطوری نقض کنه همدیگه رو، نکات داستان فصلای داستان نباید همدیگه رو نقض کنن. این یه مشکلی بود که داستان این سریال از نظر من داشتش. و مثلا شما یه مثال خیلی خوب میتونه هری پاتر باشه. شما هری پاتر رو قطعا دیگه همه دیدین، دیگه آدم نیستش که هری پاتر ندیده باشه. هری پاتر رو شما نگاه کنی یا مثلا تین وولف، حتی تین وولف که مثلا سریال رقیب همین ومپایر دایریز یه جورایی به حساب می اومد که اونم تخیلیه، ولی خب اون خیلی منطقی تره باز نسبت به این. شما مثلا هری پاتر رو نگاه کن، هری پاتر تخیلیه ولی میک سنس، یعنی عقلانی به نظر، یعنی تو یه دنیایی داره باز خودش که تو اون دنیای خودش خیلی عقلانی به نظر میاد. و اصلا چیه دنیای سحر و جادوه، یعنی این دنیای سحر و جادویی که پیاده کردن قوانینی داره که نمیشه زیر سوالش برد. ولی شما داخل ومپایر دایریز هیچ قوانینی نداری، یعنی هر اتفاقی ممکنه بیفته و این آزاردهنده است. این که هر موقع عشقشون کشید هر جوری داستانی رو تغییر میدن و مثلا فلان کارگردان عوض بشه، فلان تهیه کننده عوض بشه، نویسنده عوض بشه، من اینجوری میخوام این شخصیت رو برگردونم زنده کنم، یا مثلا این شخصیت نباید بمیره. این یکم منطقی نیستش از نظر من و
سریال رو خراب میکنه. یه چیزی که به نظرم خیلی خوب در آوردن موسیقی و ساوند افکت های سریال بود. یعنی موسیقی و ساوند افکت های سریال به نظرم خوب بودن. مثلا اون لحظه‌ای که ومپایرها میرن مثلا خونه یه آدمو بخورن، دهنشون رو وا میکنن و اون ساوند افکتی که میشنوید یا موزیکایی که این سریال پلی میشه، یعنی خیلی مچ بودن با صحنه ها. من اینا رو دقت کردم و دوباره من زدم اون موزیکا رو من نگاه کردم و از این لحاظ خیلی خوب بودن. از این لحاظ یعنی تو قسمت ساوند افکت و بخش موزیک سریال نمیشه بهش آنچنان ایراد گرفت و به نظرم کار خوبی رو در آوردن از این لحاظ. حداقل دم بخش موسیقی و ساوند افکت های سریال گرم. و اما میرسیم به مهمترین بخش ویدیو یا آخرین بخش ویدیو هم هستش، شخصیت ها. آقا چی بگم راجع به شخصیت ها؟ الان دونه دونه میخوام براتون اسم ببرم و یه نگاه کوتاهی داشته باشیم و بعد اصلا بگم که چرا شخصیت سازی داخل این سریال انقدر خوبه. اولین نکته، همون جور که گفتم این سریال داستانش اصلا منطقی نیست و داستانش اصلا خیلی جاها آدمو دیوونه میکنه. میگی یعنی قشنگ میشینی اونجا میگی what the fuck. اما کار خیلی خوبی که این سریال کردش با شخصیت هاش بود. بذارید من اینه که دوباره بزنم. کار خیلی خوبی که این سریال کردش با شخصیت هاش بود. شخصیت هایی که ساخته و پرداخته شدن داخل این سریال بهش هر کدوم متفاوت و مجزا هستن. اول اینو بگم که یکی از این سریال بازی ایراد داشتش توی شخصیت پردازی، اونم این بود که شخصیت جدید به شما معرفی نمی‌کرد. یعنی مثلا ما 5 تا فصل رفتیم تا برسیم به انزو، تا برسیم به یه شخصیت ثابت. یعنی از 1 تا 5 همون شخصیت‌های تکراری که از فصل 1 داشتیم بودن که حالا به جز الایجا و چی بود کلاوس که حالا اومدن و رفتن سریال خودشون که اونا رو هم پیچیدن رفتن به سریال خودشون. یعنی ما عملا هیچ شخصیت جدیدی نداشتیم. ربکا هم بودش، حالا عملا هیچ شخصیت جدیدی نداشتیم. خیلی ضعف بزرگیه. شخصیت جدید باعث میشه که آقا بیننده بیشتر مجذوب بشه و خسته کننده نشه هی شخصیت‌های تکراری رو ببینه. اینجا باز میگه مثال عالی میشه سریال تیم وولف که شما فصل اولش یه شخصیت رو می‌بینی، فصل 2 شخصیت جدید میاره، 3 تا 4 تا شخصیت جدید میاره، فصل 3 6 7 تا شخصیت جدید میاره، فصل بعد کم و زیاد میکنه. یعنی این بالانس رو نگه میداره سریال. اینجوری نیست که انقدر شخصیت ها زیاد بشه که رو مخ بریم. مثلا یه ایرادی که فصل آخر واکینگ دد داشته و همه ناراحت شده بودن، شخصیت زیاد بود. خیلی شخصیت زیادی بود. مثلا میدیدی سریال مثلا 50 تا شخصیت داره، مثلا به هر کدومشون 2 دقیقه مثلا فیلم میرسید، 2 دقیقه مثلا صحنه میرسید. خب این درست نیستش که، ولی اینکه هم شخصیتات انقدر کم باشه که از اول عوض نکنیم یه اشتباهه. و جالبیش اینجاست که شخصیت‌ها رو میکشن و دوباره زنده میکنن. یعنی تو داری شخصیت رو میکشی، این شخصیت رو دوباره داری میکشی داخل سریال. خب کشتی ولش کن، بره یه شخصیت جدید برداری داخل سریال، یه شخصیت جدید با یه پرسونالیتی جدید، با یه شخصیت پردازی جدید که بیننده مجذوب بشه بگه شخصیت جدید اومد. ولی مثلا تو حس خیلیاتون من میتونم درک کنم موقعی که مثلا انزو اومد گفتین یه شخصیت کامل جدید که اومده به سریال و به گروه اضافه شده. اولین چیزی که میخوایم بهش برسیم همین بود، یعنی اینکه شخصیت پردازی بعد از مثلا چند تا فصل اصلا کلا متوقف شده. یعنی شما هر شخصیتی که اومد داخل سریال یا مرد یا رفت بیرون، یعنی هیچ شخصیتی نمون به جز این شخصیت‌های اصلی که از فصل اول داشتیم که به جز انزو که فصل 5 اضافه شد تا 8 با همین رفتیم ما. و اما خب بریم سراغ شخصیت‌ها دونه دونه بگیم ببینیم چه جور شخصیت پردازی براشون شده. با الینا و استفن شروع می‌کنیم چون سریال هم با اونا شروع میشه قاعدتاً و همه میگیم که اینا شخصیت‌های اصلی هستن. اول با استفن بگیم. استفن شخصیتی داشت که استارت خیلی خوبی داشت تا اواسط خیلی خوب بود. بعد از فصل 5-6 دیگه یواش یواش داشت خسته کننده میشه. یعنی شخصیت خسته کننده تکراری داشت میشد.
سریال برای اینکه از این تکراری بودن استفن جلوگیری کنه اومد از این مکانیک هیومانیتی آف استفاده کرد که استفن هر از گاهی هیومانیتیشو آف میکنه و شخصیت داینامیک داره اینطوری که هر از گاهی میتونه خیلی وحشی باشه، دقیقاً در متضاد با شخصیت آروم و مهربانی که داره. این طوری بود که استفن رو چیز کردن که استفن به نظر من اون دیولپمنت شخصیتی رو نداشتش به اندازه کافی و بیشتر کارگردان و نویسنده سعی کردن با این راه از زیرش در برن که آره ما مثلا استفن هر از گاهی وحشی میشه و هر از گاهی خیلی آرومه. اما خب از استفن که بگذریم میرسیم به الینای عزیز که تو فصل اول من فکر می‌کنم خیلی شخصیت خوبی داشت، خیلی رول کامل و پرکننده فیت کننده داشتش و تمام لازمه های یک شخصیت اصلی سریال داشتش. فصل دوم یکم کمتر شد و از فصل دوم به اونور به نظر من الینا افتضاح شد. یعنی یه شخصیتی شد که همیشه ناله میکنه، همیشه داره گریه میکنه و رو مخ بود. یعنی واسه یه شخصیت اصلی سریال این خیلی بده که اصلا همچین شخصیتی داشته باشه و کارگردان و نویسنده اصلا نتونستن کاری راجبش بکنن. مثلا 2 فصل آخر دیگه خیلی خوشحال شدم که انداختنش بیرون و گفتم برو دنبال نخود سیاه و سریال بدون تو تمام. حالا نمیدونم خودش رفت یا چیز رفته که کارگردان انداختش بیرون و گفتش من میخوام داستان بدون تو ادامه بدم، ولی خیلی خوب شد که رفت بیرون چون واقعا تحمل الینا رو مخ بود. ببین شما وقتی که شخصیت اصلی یک سریال رو داری باید ازش انرژی خوب بگیری، باید ازش یه حس خوب بگیری، وقتی میبینی یه حس امنیت بگیری. الینا دقیقاً متضاد این بود، یا اصلا شخصیت رومخی داشته. شما هر موقع الینا رو میدیدی میگفتی ای بابا الان باز میخواد نق بزنه، الان باز میخواد گریه کنه، الان باز میخواد ناله کنه و از این جمله ها. و این یکی از افتضاح ترین شخصیت های اول و شخصیت های اصلی بود که من تو هر سریالی دیدم، فکر کنم افتضاح ترینشون بوده تا الان. و برسیم به دیمن، شخصیت مورد علاقه من تو سریال. دیمن اول به عنوان یه شخصیت بد معرفی شد، شخصیتی که همه، یعنی هر کسی که از اول میدید میفهمید که این شخصیت بد نیستش، صرفا دارن بد نشونش میدن که بعداً خوب بشه. و من چون سریال خیلی دیدم، از اینجور شخصیت رو خیلی دیدم، همان قسمت اول که دیمن دیدم خوشم اومد، گفتم این شخصیت عالی قراره باشه، یک شخصیت پردازی عالی قراره داشته باشه که دقیقاً یعنی دیمن از فصل اول تا فصل آخر بهترین نقش رو داشتش، بهترین شخصیت پردازی رو داشتش و بازیگر ایان سامر هلدر بود، فکر کنم یه اسم سختی هم داره، اصلا ترکون، یعنی رولو انقدر خوب بازی کرد، انقدر این نقش رو خوب بازی کرد که اصلا یعنی واقعا هیچ حرف حدیثی نیستش. یعنی از تیکه و تنهاش گرفته، از نوع نگاه کاراکتر گرفته، از اخلاق و رفتار کاراکتر گرفته، شما به هر جا نگاه میکنی یه اکت عالی داشتش. اما خب این اکت عالی یه قسمتیش هم برمیگرده قطعا به شخصیتی که بهش دادن. این شخصیتی که بهش دادن دیمن میشه گفت یکی از قوی ترین شخصیت هایی که من تو هر سریالی دیدم. برعکس الینا، دیمن یعنی از فصل اول که مثلا یکم رومخ بود ولی دوست داشتنی بود، رفت به تا فصل 8 که به شخصیت اصلی سریال تبدیل شد، یعنی رسما اصلی ترین شخصیت سریال تبدیل شد و از اون آدمی که از اون ومپایری که به هیچی اهمیت نمیداد به ومپایری تبدیل شد که خیلی بقیه واسش عزیز بودن و سعی میکرد نجاتشون بده. به از یه ومپایر بی‌رحم تبدیل شد به یه ومپایر خیلی بامرام و مشتی. ومپایر بی‌رحمی هم نبود، ومپایری بود که دوست نداشت احساساتشو بروز بده. و یه چیزی که جالب بود راجع به دیمن این بود که شما هیچ موقع نمیدونید قراره چی کار بکنید. یه دیوونگی محضی داخل این سرش بود که هر لحظه ممکن بود هر کاری انجام بده، ازش هیچی بعید نبود و این یه داینامیکی هست که این شخصیت رو خیلی باحال میکنه. یعنی اینکه شما انتظار نداری کاراکتر قراره چی کار بکنه و چه ریاکشنی قراره نشون بده، این خیلی جالبه. دیمن یه شخصیت پردازی عالی داشت از اول تا آخر و من خیلی دوستش دارم به این خاطر. اما میرسیم به بانی عزیز، بانبان عزیز که چی بگم راجع به بانی. اولین چیزی که باید راجع به بانی بگم اینه که شخصیت نه بدی داشت. وقتی که سریال شروع شد یه شخصیت معمولی بود که شما ازش نه فاز منفی میگیرید نه فاز مثبت میگیرید. یه جوری بود که یه شخصیت استاتیک داشت که اوکی بود، یعنی میگفت اوکی حالا تو سریال هست دیگه. هر جا از سریال رفت جلو، اوایل مثلا خیلی شخصیت ترسویی بود که
از خیلی چیزا میترسید، از مثلا دیمن میترسید، از استفن میترسید، زیاد نزدیک ومپایر نمیرفتش. ولی این 2-3 فصل که میگذره میبینید که این شخصیت چقدر مثلا دیولپ میشه، چقدر شخصیت پردازیش قوی میشه که اینقدر دل و جرأت پیدا میکنه که میره مثلا با کلاوس میجنگه، تنهایی میره با قوی ترین ومپایر مثلا خوناشام دنیا مبارزه میکنه. این خیلی حرفه. ولی خب بعد از مثلا فصل 4 اینا، بعد از فصل 4-5 خصوصا بعد از 5 کاراکتر بانی شروع میکنه به مثلا به اون سمت نزول رفتن، به اون سمتی که اشتباه داره، این مسیر رو داره اشتباه میره. هر چقدر شما ارتقای شخصیت و کاراکتر داشتی تا الان داری برعکسش رو میری و این باعث شد که بانی مثلا تو فصل‌های آخر یکم بره رو مخ مثلا بیننده، یکمی و پیش بینی پذیر باشه. میدونی انتظار داشتی که مثلا آره این اخلاق بانی، الان ما میدونیم که قراره این کارو بکنه، یعنی مثلا بیننده ندیده میفهمه که بانی قراره چیکار بکنه، چون بانی یه شخصیت قابل پیش بینی شده بود. با همین نزولی هست که دارم راجبش صحبت میکنم، چون فصل اول یه شخصیت ترسو بود، شما انتظار نداشتی، نمیدونستی قراره چیکار بکنه. فصل مثلا یک دو فصل که گذشت یکم دل و جرأتش بیشتر شد و میگفتی که آره الان یکم به تیم کمک میکنه. ولی فصل آخر میدیدی که یه کاراکتر رومخی شدی که همه کاراش قابل پیش بینی با توجه به اخلاقی که ازش میدونیم. آقا برسیم به کارولاین. کارولاین یعنی چطور بگم، یکی از بهترین شخصیت پردازیایی بود که من تو عمرم دیدم. انقدر شخصیت پردازی کارولاین قوی بود که اصلا هر چی بگم کم گفتم. اولین یعنی هر موقع که شما تو سریال کارولاین میبینی انرژی مثبت داری ازش میگیری، همیشه خندونه، همیشه پر انرژی، همیشه داره میخنده و سعی میکنه بیننده رو جذب کنه، مجذوب کنه و بگه که آره این سریال شاید خیلی دارک باشه، شاید خیلی قسمتای ناراحت کننده داشته باشه، ولی من اینجام تو سریال که اون حس بد و بهت منتقل میشه تبدیل به حس خوب کنم. مثل کاری که دیمن میکرد، خیلی شوخی میکرد و اینا. اما خب کارولاین تو راه خوب این کارو میکنه، یعنی دیمن که با شیطنت انجام میده، کارولاین تو راه مثلا خوب این کارو میکردش که و مثلا فصل اول خیلی یکی از مخترین شخصیت ها بود، مثلا خصوصا فصل اول اگه یادتون باشه. ولی از فصل دوم که شما نگاه کنی چقدر این کاراکتر قوی شد و چقدر شخصیت پردازی ارتقایی یافت که تو فصل 8 یکی از مهمترین شخصیت ها شده بود. یعنی تو فصل 8 که نه، تو فصل 3-4 شده بود. این خیلی خوبه، یعنی شما یه شخصیت رو که از اینقدر ضعیف هست بیاری برسونی به اینجا، از اینجا بیاری برسونی به اینجا، خیلی حرفه. و کاراکتر کارولاین دقیقاً مثال بارز یک ارتقای شخصی، یک کاراکتر دیولپمنت داخل این قضیه که کاملا داینامیک بود و یعنی همه جوره نیلش کردن. این کاراکتر از نظر من خیلی خوب بود. حالا که کارولاین رو گفتیم، چون تو فصل آخر خیلی با آلاریک نزدیک شد و بیاد اول آلاریک رو بدیم که بعد تا بقیه زبونم گرفت. آلاریک یه شخصیتی بود که به نظر من خیلی نیاز بود برای سریال. چرا؟ شما وقتی یه سریال داری نگاه میکنی معمولا داره راجع به کلی آدم جوان هستش، نوجوان هستش، داخل اینجور سریال یه شخصیتی نیازه که به شما اون حس امنیت رو بده، به شما اون حس نگران نباش من اینجا هستم رو بده. و آلاریک داشت این نقش رو پیدا میکرد، داشت این نقش اجرا میکرد. مثلا تو فصل اول تا مثلا 3-4 ما چند تا از این شخصیت رو داشتیم. خب مثلا مادر تایلر بود، جنا بود، مثلا مادر خاله چی بود، خاله جرمی و الینا، اینا بودن. خب ولی یه نفر که اینا به مرور زمان همه مردن، یه نفر که خیلی این نقشو مثلا تا آخر داشتش. البته آلاریک هم مرد. آلاریک از اون شخصیتایی بود که مرد و زنده شد و کارگردان گفته بود که آره دی من عشقم میکشه، هر موقع خواستم داستانو تغییر میدم. همون واسه همین حرفا بودش. مثلا یه مثالش آلاریک دقیقاً همون نقشو داشتش که به شما این حسو بده که اوکی یه آدم خیلی سمبولاتر هستش داخل سریال و من بیننده هر موقع این شخصیت میبینم یه حس آرامشی ازش میگیرم، یه حس خوبی ازش میگیرم که کار درست رو میتونه انجام بده، میتونه بین این جوونایی که داخل سریال هستن، بین این سن پایین ترای خودشون تصمیم درست رو بگیره. این حسو داره آلاریک داشت میداد، میتونست بهش مراقبت کنه ازشون، خصوصا اون قسمت هایی که جنا مردش و مراقب جرمی و الینا بود و مثل پدر نقششون رو اجرا کرد، نقش پدر رو براشون اجرا کرد. اونجاها دقیقاً شما آلاریک رو از این حس رو میتونید ازش بگیرید. شخصیت بعدی که می‌خوایم راجبش صحبت کنیم مت هستش.
بله مت. آقا این چه کاراکتریه واقعا؟ اصلا تو گوگل سرچ میکنی فکر کنم آقای نمیر میاد، تو کامیدی بهش میگن آقای نمیر. دوباره مرد که بانی زندهش کرد. حالا با اینا کاری نداریم. از لحاظ اصلا اول مت اینو بگم که اعتراف کنم که مت تو 3-4 قسمت اول تا 5 قسمت اول جزو 3 شخصیت اصلی مورد علاقه من بود، یعنی در کنار دیمن و جرمی. حالا میگم چرا جرمی و مت. اول اینکه مت یه شخصیتی بود که خیلی خوب بود، یعنی خیلی مثلا شخصیتی بود که چه انرژی مثبتی ازش میگیرم، چه آدم صبریه، خیلی صبر بود و چقدر مشتی و مهربونه. خب و اون آدم رو مخه نیستش، ولی خب هر چقدر که میگذره، هر چقدر که سریال داره میگذره و میره جلوتر، شما میبینید که این آدم دقیقاً داره رو مخ میشه و اصلا نمیدونم هدف از این شخصیت تو سریال چیه. فقط هدف اینه که این داخل سریال باشه که سنگ بندازه تو کار بقیه، یعنی سنگو بندازه تو کار بقیه، بگه حالا من این سنگو انداختم، حالا اذیتت کردم، کرم ریختم، آره من فاز این داخل سریالم. فقط یعنی هدف من رفتن رو مخ بیننده هستش از نظر من، که نه تنها یعنی ارتقای شخصیتی نداشت بلکه نزول هم داشت، نه مثلا صعود شخصیتی نداشت، نزول ببخشید پام خورد به دوربین، به پای دوربین. اوکی نداشت، بلکه این اصلا پام خورد به دوربین، یادم رفت چی داشتم میگم، نزول شخصیتی داشت که همین قضیه باعث شد که اصلا رو مخ بره. حالا دیگه 2 فصل اول باز خوب بود، ولی مثلا تو فصل آخر دیگه خیلی تکراری شده بود مت و یه شخصیت استاتیک داشت. از نظر من یه شخصیت کاملا استاتیک و رو مخ داشتش. دیگه بیشتر از این راجع به مت صحبت نمی‌کنیم، همین کافیه واسش. حالا که مت گفتیم راجع به جرمی صحبت کنیم. جرمی اول 5 قسمت اول، حدود 5 قسمت اول یکی از شخصیت‌های مورد علاقه من بود، چون من برداشتی که از جرمی داشتم، از شخصیت جرمی داشتم، اول یه شخصیت یه قیافه مثلا نسبتا خوبی داشت تو فصل قسمت‌های اول که گفتیم اوکی این چون معمولا نقشای خیلی مهمو میدن به کاراکترایی که قیافه خیلی مهمی دارن و خیلی مواقع می‌بینی اصلا تو اول سریال خیلی بهشون توجه نمیشه. اینجور سریال خیلی داریم، از گیم آف ترونز بگیر تا واکینگ دد بگیر، اینجور شخصیت‌ها خیلی داشتیم که زیاد به نظرت مهم نمی‌اومدن، بعد یهو می‌بینی چقدر طرف مهم میشه بعدا. و خب من جرمی فکر کردم یکی از این شخصیت‌ها قراره باشه که خیلی نقش بزرگی داره تو خیلی جاهای سریال، ولی خب نه، جرمی اون انتظارات رو برآورده نکرد و نزول داشت، شخصیت قشنگ نزول داشتش و یه پسر بچه نونور بود، بچه رو مخ بود که خیلی سعی داشت کار خودشو بکنه. تو فصل 5 که سایلس بود یکم ارتقای شخصیتی داشتش که به خاطر این مثلا برادرهود آف د 5 یکی از شکارچی‌ها بود، اونجا یکم ارتقای شخصیتی داشتش. فصل 4 بود، فصل 4 بود. بعد اون دوباره هر چی رفت دوباره جرمی افت کرد، یعنی قبل و بعدش همینطور تو افت، یکم تو اون فصل بهتر شد باز افت کرد. یعنی جرمی که مثلا ما انتظار داشتیم شخصیت مهم باشه و خیلی تأثیر بیشتری داشته باشه نداشتش. اون جرمی که ما انتظار داشتیم نداشتش و یک شخصیت ناامید کننده بود در نهایت. آقا برسیم به انزو شخصیتی بود که بعد از سالها به سریال اضافه شد. یعنی شما 4 فصل داری سریال می‌بینی، تازه مثلا فصل 5 یه انزوی آوردن که آره ما شخصیت جدید آوردیم، حالا شما شاید باهاش حال کنین شاید باهاش حال نکنین. یعنی 5 تا فصلمون داشته با یه شخصیت میرفته. این خیلی رو مخ بیننده هست که کاراکترها تکراری باشن، عوض نشه، یکی نمیره یکی زنده میمیرم زنده میشه. این خیلی رو مخه. و خب اینجا انزو اومد یه تنوعی داشتش، یعنی شما به محض اینکه انزو رو داخل سریال میبینی اصلا اون تنوع میبینی، اون شخصیت پردازی جدید رو میبینی داخل سریال که یه شخصیتی هست که کاملا متفاوته. یعنی به نظر من قوی ترین قسمتی که این ومپایر دایریز داشتش همین شخصیت پردازیاش بود که واقعا داستان شما رو جلو نمیبرد، داستان به شما این شوق و اشتیاق نمیداد که ادامه سریال نگاه کنید. بیشتر این شخصیت ها بودن که به شما داشتن این انرژی رو میدادن که ادامه‌شو تماشا کنیم. و خب اینجا بود که انزو وارد شد و یه دستی به سر روی سریال کشید و از اون یک نواختی در آورد. یه شخصیت کاملا متفاوت، یه شخصیت اصلا هیچ تریت ابیلیتی و تریت پرسونالیتی با بقیه کاراکترها نداره و کاملا یعنی مجزای واسه خودش.
انزو خیلی شخصیت قوی داشته، یعنی کاراکتر و شخصیت پردازی این کاراکتر خیلی قوی بود به دلیل اینکه یه شخصیت همین شخصیت تکیه‌گاه بود. انزو این شخصیت تکیه‌گاه اجرا میکرد برای بانی، برای دیمن، با اینکه مثلا باهاشون رفیق نبود، با اکیپشون خیلی رفیق نبود اون اوایل، خصوصا فصل 5 و 6، ولی قشنگ یه شخصیت تکیه‌گاه داشت اجرا میکرد، خصوصا تو فصل آخر. و از این لحاظ به نظر من سریال به انزو نیاز داشتش که یه تنوعی بده و این تکیه‌گاهه به سریال اضافه بشه. و اما در نهایت میرسیم به شخصیت آخر که جناب آقای تایلر لاکوود هست که نمیدونم چطور بگم راجع به این شخصیت که چقدر بهش بی‌وفایی کردن. یعنی شخصیتی بود که پتانسیل خیلی بالا داشتش، یعنی به خاطر شخصیت پردازی که داشتش پتانسیل خیلی بالایی داشت این شخصیت برای سریال. برای اینکه من اول که تایلر لاکوود رو دیدم گفتم این یکی از مهمترین شخصیت‌های سریال میشه و اصلا کارگردان و نویسنده یه جوری ریدن داخل این کاراکتر، یه جوری ریدن داخل این شخصیت که اصلا نگم براتون چرا. یعنی تایلر یه جوری شخصیتش رو چیز کردن که مثلا دیدی 2 قسمت هستش 10 قسمت تو سریال نیستش، یهو میره مثلا غیبش میزنه داخل سریال. بابا خب کاراکتر رو نگه دار داخل سریال، این کاراکتر رو گسترش بده، بهش پروبال بده، داینامیکش کن، شخصیتش عوض بشه، نه اینکه هی بندازیش بیرون از سریال بری 10 قسمت. بعد اصلا اون مرگش چی بود؟ یعنی اصلا افتضاح بود مرگی که واسه تایلر دیدم. بکن یه شخصیت اوجی که از فصل اول داخل سریال هستش یه همچین مرگ داشتش، بدون هیچ موزیکی، بدون هیچ اصلا صحنه خاصی، توی یه لحظه دیمه میره زرت مرد، تمام شد. اصلا خیلی مسخره بود، افتضاح بود. کاری که با تایلر کردن افتضاح بود و بزرگترین بی‌وفایی بود که من تو عمرم دیدم، بزرگترین خیانتی بود که به یه شخصیت من تو عمرم دیدم واقعا. یعنی خاک بر سر کارگردان و نویسنده که یه همچین شخصیتی با همچین پتانسیلی بالایی رو خراب کردن و ریدن توش رسما، یعنی رسما ریدن تو کاراکتر. هم شخصیت خیلی عالی بود، هم بازیگر عالی بود. یعنی تایلر واقعا عالی بازی میکرد، اسمش بازیگرش هم یادم رفته، خیلی خوب بازی میکرد، ولی خب خرابش کردن دیگه، چه میشه کرد. اما خب به طور کلی این بود شخصیتایی که میخواستم راجع بهشون صحبت کنم. حالا برسیم به جنبندی. اول اینکه آیا ارزش داره سریال ومپایر دایریز رو نگاه کنیم؟ برای یک بار میتونم بگم بله. اگه خیلی از سریال ماورایی و سریال تخیلی دوست دارین، آره میتونم بگم بله، ولی از داستان اونچنان انتظار نداشته باشین، چون داستان این سریال به نظر من نیست که کری میکنه. شخصیت ها هستن، شخصیت پردازی ها هستن که کری میکنن، خصوصا مثلا دیمن و استفن یا مثلا انزو و یا کلاوس و الایجا و ربکا. مثلا ربکا خیلی شخصیت عالی داشتش، مثلا بین دخترای داخل سریال اومدن ربکا عالی بود، بهترین قوی ترین رو داشت از نظر من و شخصیت ها قراره کری بکنن. اگه دنبال داستان خیلی خوب میگردیم باید اینجا بگم که این سریال یه داستان خیلی تخیلی داره که هیچ چیز اصلا سر و تهش اصلا معلوم نیست و هر لحظه ممکنه و قوانین خاصی نداره سریال. از این لحاظ دارم میگم مثلا بدونید، ولی واسه یک بار دیدن به نظر من سریالیه که میشه دید و میارزه. و آره همونجوری که گفتم این سریال بیشتر شخصیت رو کری میکنن. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. دیگه سریال میگم ویدیو تا همینجا بود. من اوریجینالزم دارم نگاه میکنم، فصل دومم، آخرای فصل دوم. شاید یه ویدیو هم راجع به اون درست کنم اگه ببینم این بازخورد خوبی داشته باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سرحال باشین. لایک ویدیو فراموش نکنید. اگه از ویدیو لذت بردین کامنتاتون رو بذارید، من خیلی دوست دارم بدونم که نظر شما چیه. و لایک و سابسکرایب فراموش نشه دیگه، فراموش نشه. زنگوله رو فعال کنید که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم سریعا با خبر بشید. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سرحال باشین و تا ویدیوی بعدی و یک ویدیوی دیگه. تو این ویدیوهای اینجوری سعی داریم بیشتر به حالت صحبت کردن و پادکست تور راجع به سریال صحبت کنیم که کپی رایت هم نخوریم. بابا کپی رایت خدا لعنت کند. آره امیدوارم هر جا که هستین سلام و سرحال باشین و تا ویدیو بعدی بدرود.